کمترین چیزی که هر کسی از سرقفلی میدونه در همین حده. مالک یه ملک تجاری با گرفتن یه مبلغی سرقفلی یا منافع کسبی و تجاری ملک خودش رو به یکی دیگه واگذار میکنه. یعنی یه مبلغی میگیره، منافع کسبی ملکش رو به یکی دیگه واگذار میکنه. فرض کنید یه دفتر اداری یا یه کارگاه تجاری یا یه مغازه داریم، یه نفر مالک زمین اینجاست، یعنی عرصه اینجا، چهار دیواری اینجاست، یک نفر هم منافع کسبی و تجاری اینجا رو داره. این میشه تعریف ساده سرقفلی. حالا تعریف حقوقی سرقفلی. مالک یه ملک تجاری با گرفتن یه مبلغی از مستاجرش اولویت تمدید اجاره سالهای بعدش رو با همین مستاجرش بهش تعهد میکنه. یعنی یه مبلغی از مستاجرش میگیره که این مبلغ قیمت سرقفلی همون ملکه. با گرفتن این مبلغ بهش تعهد میکنه که این مستاجر تا وقتی که بخواد تو این ملک ساکنه و ایشون نمیتونه اون مستاجر رو تخلیه کنه. اگه میخواید از همه جزئیات سرقفلی سر در بیارید، که اگر از اهالی و کسبه همین منطقه فردوسی و لاله‌زارید که اصلا واجبه اینا رو بدونید. ما رو دنبال کنید، فالو کنید، به خصوص این پستایی که در مورد سرقفلیه، از ابتدایی ترین مباحث تا موضوعای پیچیده تر و تخصصی تر رو یواش یواش تو دنباله همین پستا کامل براتون توضیح میدم. مواظب به سلامتیتون باشید، کاسبیتون پر رونق باشه، پولاتون رو به خوشی خرج